به نام او که بی همتاست. کتاب معجزه‌گر خاموش، نویسنده رضا حیات الغیب، خوانش شادی. فصل 4. قدرت قلب. طلایی که به دنبال آن می‌گردید در دل تاریکی پنهان شده است. آیا تا به حال شده است که بر اساس آنچه دیگران صحیح می‌دانند تصمیم بگیرید، در حالی که ندایی در درونتان به شما میگوید که تصمیم دیگری بگیرید و آنگاه نتایج تصمیم گیریتان مؤثر واقع نشود و با پشیمانی بگویید میدانستم که باید از احساسم پیروی کنم. این هوشیاری غیر ارادی را که از فراسوی حواس پنجگانه برمیخیزد میتوان قدرت قلب نامید. این راهنما، هدایتگر، استاد یا آموزگار درون یا هر چیزی که آن را مینامید، نظام هدایتگر مشخصی است که به طور مستقل در یکایک انسانها وجود دارد. قدرت قلب تحت تأثیر نیروهای بیرون قرار ندارد. این استاد درون پیوسته بهروزی و نیکی را برای ما می‌خواهد. منحصر به ماست و از منشأ درونمان، یعنی از نور الهیمان برمیخیزد. تعالیم ندای درون و قدرت قلبمان یک شیوه شهودی است برای آن که بدانیم چه چیزی در جهت رشد و یادگیری ما بهتر است. این استاد درون به صورتهای مختلف پدیدار می شود. برخی این پیام را به شکل الهام دریافت می کنیم. عده دیگر آن را به صورت حسی غریزی احساس می کنند. بعضی از مردم نیز در ذهنشان آن را به شکل نوری سبز یا سرخ رنگ و شاید نوری نئونی می بینند. بعضی از افراد آن را می شنوند و یا راهنمون درون را به شکل واژه‌های صامت دریافت می کنند که در ذهنشان پدیدار می شود. در نتیجه هر کسی با نیروی هدایتگر درونش به شیوه فراخور حال خود ارتباط برقرار می کند. نتیجه تصمیماتی که با گوش سپردن به راهنمود درون گرفته می شود، کاملا با پیامد گوش دادن به صدای نفس، با تمامی قضاوت‌ها، ظواهر موجه نشأت گرفته از جامعه و افکار منفی آن تفاوت دارد. ساده ترین راه فراگیری شنیدن این ندای درونی، بازگشت به زمان حال با دستهای خالی و گشوده است که هیچ چیز از گذشته را نگه نداشته است. آنگاه می توانیم خاموش شویم و دریافت راهنمود را تقاضا کنیم. راهنمود ندای قلبمان از عشق برمی آید و به ما یاری می رساند تا تصمیم بگیریم به چه بیاندیشیم، چه بگوییم و چه بکنیم. انجام این کار مستلزم اعتماد و شوق ما به پیروی از راهنمودی است که دریافت می کنیم. این تجربه گسترش می یابد و رابطه ما را با ندای درونمان و نیز با دیگران عمیق می سازد. قلب نیرومندترین و مؤثرترین نشانه در زندگی ماست. قدرت قلب یعنی وصل شدن به نیرویی که در عمیق‌ترین سطح وجودتان است. شما الهام گرفتن و خلاقیت را فقط به واسطه قلبتان درک می کنید. قلب فیزیکی از لحظه تولد تا لحظه مرگ ما خون را پمپاژ می کند و به سیاه رگ‌ها و سرخ رگ‌ها می فرستد. این کارآمدترین پمپی است که تا حالا اختراع شده است، ولی قلب ورای این هاست. کسی که ارتباطش با قلب قطع می شود دیگر زنده نیست. اشخاص زیادی هستند که مرده‌اند اما راه می روند، صحبت می کنند، تلویزیون تماشا می کنند و گاهی سخت کار می کنند. روی زمین ما تنها فرم زنده‌ای هستیم که حقیقتاً می‌تواند یک مرده متحرک باشد. امکان ندارد یک ماهی در آب غرق شود و یک پرنده در آسمان سقوط کند. هر موجودی باید نشانه خدایش را پیدا کند. برای ماهی و پرنده آسان است که نشانه‌اش را پیدا کنند، ولی برای انسان‌ها این مسئله کار آسانی نیست. ما همیشه با این قصد در کشمکش هستیم که آیا باید از قلب و شهودمان پیروی کنیم یا به سمت نصیحت و راهنمایی دیگران برویم.
آنها می توانند پدر و مادرمان باشند یا کسی که دوستش داریم یا دوستانمان یا گرایشات رفتاری که در آن متولد شده ایم. اما شما سرزندگی، شادی، ثروت و موفقیت را تنها در افرادی خواهید دید که از قلبشان پیروی کردند. تفاوت میان رفتار بچگانه و مثل بچه بودن ساده و بی‌آلایش بودن است. اینکه رفتار بچگانه دنیای ما را تنزل می‌دهد و ما را به خودمحوری برمیگرداند، اما مثل بچه بودن ما را به شگفتی برمیگرداند. خیلی شگفت انگیز است که بتوانید هنوز کودک بودن را تجربه کنید. هم تراز قلب شدن بنیان تمام آفرینش است که به شیوه شگفت انگیزی رها شدن و قدرت گرفتن است و اغلب درک می کنید که عوامل کمکی از ناکجا وارد زندگیتان می شود. اینها پدیده همزمانی هستند که معمولاً تصدیقی هستند بر برقراری ارتباط شما به سطحی عمیق‌تر. پدیده همزمانی یا همرویدادی واژه‌ای است که توسط کارل گوستاو یونگ خلق شد. زمانی که به نظر می رسد چیزی به صورت تصادفی یا شانسی رخ داده است، اما شما می دانید که این فراتر از یک تصادف یا شانس است. پدیده همزمانی یک معجزه است. هیچ کاری نمی توانید انجام دهید به غیر از این که در معرض پدیده همزمانی قرار بگیرید. مثل این است که یک پرده کنار برود و ما متوجه بشویم که پدیده همزمانی همه جا در اطراف ماست و این جهان یک تصادف نیست. پدیده همزمانی تا حد زیادی وابسته به درک مستقیم یا شهود است. این راهنمای درونی باعث می شود ما در زمانی درست در مکانی درست باشیم. قلب تنها چیزی است که می توانید به آن اعتماد کنید. قلب آگاهی الهی شماست. شما روحتان را در نیروی ذهنتان نخواهید یافت. گوش دادن به قلبتان می تواند خیلی ترسناک باشد، چون ممکن است تمام چیزهای امن و مطمئنی مثل ماشین، پول، خانه و هر چیزی که زندگی به شما میداده است از دست بدهید. قلب به بعد اساسی و لاینفک درون شما اشاره می کند. اگر در زندگی به آن متصل شوید، با قدرت آن تماس برقرار می کنید، چیزی که قدرت زندگی است. قدرتی بسیار هوشمند که درون تمام جهان نفوذ کرده و منتشر شده است. اگر قلبتان را باز نکنید و صادق نباشید، زندگی خوردتان می کند. نه به این دلیل که چیز بدی در زندگی وجود دارد، بلکه به خاطر اینکه با بستن قلبتان تمامی درهای جهان هستی را بر خود می بندید. اگر همانطوری که هستید با دنیا روبرو نشوید، آن وقت شما مملو از چیزهایی می شوید که در اطراف شما وجود دارد. در نتیجه راه رسیدن به سرزندگی و شادابی را گم می کنید و این گونه شما آهسته قدم می گذارید به یک اجتماع مصرفگرای پر از ترس و اضطراب. ذهن هشدار می دهد که باید از چه چیزی بپرهیزیم. قلب به ما می گوید که باید چه کاری انجام دهیم. محدودیت ها فقط در افکار ما وجود دارد و تا وقتی که در فکر و عقایدمان دیوارهایی می آفرینیم، پشت آنها به دام می افتیم. اما ندای قلب محدودیت نمی شناسد. برای تصمیم گیری درباره آنچه می خواهی از قلبت استفاده کن. سپس برای قدرتمندتر کردن اراده‌ات از ذهنت استفاده کن و بگذار اراده‌ات در دنیا اجرا شود. اراده را برای تصمیم گیری به تو ندادند، بلکه اراده به این دلیل در اختیار توست که تصمیم گرفته شده را دریافت و آن را اجرا کند. قصد و خواسته نیروی زیادی دارد و به شکلی ناباورانه خلاق است. اما اجرای یک قصد و خواسته به این معنی نیست که تو عقب بنشینی و منتظر باشی تا جهان بقیه کارها را انجام دهد. درست برعکس، تو باید با همه وجود تمام نیرویت را برای آن قصد و خواسته صرف کنی. البته نه نیروی اراده، بلکه نیرو و انرژی قلبت را. این انرژی زمانی آزاد می شود که تفکر را رها کنی.
و مطمئن باشی که هر کاری لازم است با استفاده از ارادت برای تو پیش می آید. اگر قصد و خواسته‌ات خالص و با هدف زندگیت هماهنگ باشد، آنگاه نیروی بی‌نظیری از سوی جهان جاری می شود. دریافت‌ها، ادراک و تمام حواس تو حساس‌تر می شود. در نتیجه بیشتر همزمانی اتفاقهای مختلف با رویدادهای پرمعنا را تجربه می کنی و متوجه می شوی که همه اینها در راستای پیشرفت هرچه سریعتر تو در مسیرت است. دو نوع قصد و خواسته وجود دارد: قصد و خواسته نفس و قصد و خواسته قلب. قصد و خواسته نفس در بردارنده ترس، محدودیت، چنگ زدن و مهار کردن است. قصد و خواسته قلب در بردارنده عشق، آزادی، پذیرش و اعتماد کردن است. قصد و خواسته قلب در اصل با پول، قدرت، مقام یا شهرت پیش نمی رود و اگر اینها را به دست آوردی، نتایج راهی است که با ندای قلبت در زندگیت انتخاب کرده ای. هنگامی که با قصد و خواسته قلب زندگی می کنی، جهان برای خدمتگزاری خیلی آسانتر با تو همکاری می کند. هنگامی که هدف تو به دست آوردن پول، قدرت و مقام نباشد، اگر هم این چیزها به تو داده شود، از آنها نمی ترسی. برعکس، از آنها لذت می بری و قدرشان را می دانی، بدون آنکه به آنها وابسته شوی و برای از دست دادنشان نگران باشی. آنگاه تو صاحب این پول هستی، پول صاحب تو نیست. تو هستی که از قدرت استفاده می کنی، قدرت از تو سوء استفاده نمی کند. تو خود را وقف کارهای خوب می کنی، نه اینکه خود را با انجام دادن آن کارها توصیف کنی. چیزهایی به تو عطا می شود که نفس تو به آنها دلبسته نیست. این قانون جهانی است. هنگامی که خود را از نیازها رها می کنی، آماده دریافت می شوی. این راز بزرگ است. شما نمی توانید تاریکی را با تاریکی پیدا کنید، ولی می توانید چراغی را روشن کنید. خودت را به خاطر همه چیز ببخش و سپس دیگران را. شرم می تواند احساس ما از خودمان را ویران کند. تفاوت میان چشم پوشی و بخشیدن این است که بخشیدن دیدن قلب حقیقی شخص دیگری است. بزرگترین موهبت بخشش این است که خود را رها می کنید. تا زمانی که بخشش در قلب شما اتفاق نیفتد، در ذهنتان هم اتفاق نمی افتد. اگر نبخشید، اتفاقی نخواهد افتاد. روی بخشیدن کار کنید. بخشیدن برای دیگران نیست، بلکه برای آزادی خود ماست. بخشش تالاری است بین گذشته و آینده. چیزی که ما را نکشد، ما را نیرومندتر می کند. طلایی که به دنبال آن می گردی در دل تاریکی پنهان شده است. اگر عمیق‌تر نگاه کنیم، خواهیم دید که همه ما یک سرنوشت الهی داریم. زمانی که تمامیت خودمان را بپذیریم، آزادی را تجربه می کنیم. به محض اینکه به واسطه تاریکی هایمان حرکت کنیم، می توانیم روشنی خود را پی بگیریم. عمیق ترین ترس ما از نالایق بودن و کم بودن نیست، بلکه ترس عمیق ما از داشتن قدرتی فراتر از حد خودمان است. این روشنی ماست که ما را به وحشت می اندازد، نه تاریکی. از خودمان میپرسیم من که باشم که بخواهم باهوش، عالی، با استعداد و شگفت‌انگیز باشم. شما از خدایید. نمایش کوتاه شما خدمتی به جهان نمی کند. هدف از وجود ما درخشش است، همان گونه که کودکان می درخشند. ما متولد شده ایم که جلال و درخشش پروردگار را که در نهادمان است آشکار کنیم. این فقط در برخی از ما نیست، بلکه در همه ماست. و زمانی که به روشنی هایمان اجازه درخشیدن دهیم، ناخودآگاه به دیگران هم اجازه می دهیم تا همان کار را انجام دهند. به محض آنکه از ترس خود رهایی یابیم، حضور ما به طور خودکار بقیه را هم آزاد می کند. به قلبت گوش بسپار. از گوش سپردن به قلب هرچه بیشتر بیاموز و از قلبت پیروی کن. ذهن مال تو نیست، جامعه آن را به تو داده. قلب مال توست.
خود خدا آن را داده است. اگر به قلب گوش بسپاری مراقبه دشوار نخواهد بود. به راحتی به آن دست خواهی یافت. آنگاه در نگاه تو هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت، زیرا بصیرت میابی. میتوانی همه چیز را همان گونه که هست ببینی. دیگر لازم نیست بین این که چه کار انجام دهی و چه کاری انجام ندهی دست به انتخاب بزنی. بیدرنگ خواهی دانست که چه باید بکنی. مسئله انتخاب گزینه ها دیگر مطرح نیست. تو میدانی که کار درست چیست و هرگز پشیمان نمیشوی. تو هرگز مرتکب اشتباه نمیشوی. شاید همه دنیا گمان کند که تو در اشتباهی، اما تا وقتی پای قلب در میان است تو بر همه چیز اشراف داری. در اعماق وجودت میدانی که راه تو اشتباه نیست و هرگز پشیمان نخواهی شد. میدانی که در نهایت همه چیز به خوبی خواهد گذشت. شاید اکنون تصور نتیجه نهایی ناممکن باشد، اما قلب بهتر از تو میداند، زیرا قلب در ژرفای اسرار هستی به سر میبرد. برای قلب هیچ گذشته و آینده‌ای وجود ندارد و برای او لحظه فقط اکنون است. وقتی مراقبه شکوفا شود، وقتی تو به مراقبه نائل شوی، زندگیت هموار، زیبا و جذاب می شود. پایان فایل 4. در عشق پروردگار ما نباشید.